مدرسه سراینده نوازنده کار میکردم. انسامبل ما بیش از 32 نفر زن‌های و دخترها کار فعالیت میکردیم. سال 86 از اوکراین دعوتنامه به نام انسامبل بانوان ربابچی زنها آمد به فیلارمونیا که جوانان کیف فستیوال بهاریشون به همون فستیوال ما دعوت شده بودیم. در شهر کیف در مهمانخانه جای گرفتیم. ما 2 روز اونجا مهمان شدیم. شب سوم بود که در آنجا صدمه اتمی رخ داد. ما سحر خستیم که شهر بتون خالی، یگان کس رفت آن نمیکند بجز ماشینایی که شستشوی میکنند من زمینای با آب در حیرت بودیم. بعد ما فهمیم که همین ترکی شده است و مردم همه فرار، مردم وطن خود رو همه فرار کرده رفتن. بعد از این ما یک هفته دراز در خود همون نیروگاه اتمی چرنوبیل کنسرت خیریه دادیم. بعد همون یک هفته ما 2 ماه دیگر در خود اوکراین و مولداویا کنسرت ها دادیم. بعد از اون برگشتیم به وطن خود. وقتی که ما برگشتیم و ما گفتند که خودی همون فرودگاه به حالی نآمده بودیم. فرودگاه گفتند که شما همچو انسامبل در چرنوبیل اشتراک کردگی نسبت شما اینقدر امتیازا و فرمان برآمده است از طرف دولت. یعنی که خانه بی پیسه بی نوبت، معالجه دکترها به هیچ و کمک های زیاده، ساناتوریوم من اینها هم همش از طرف دولت اومد. بسیار ما خرسند کردن همون روز همون لحظه. از آن روز 30 سال اینجانی گذشته ایستاده است. ما فقط این 30 سال حتی خبر نداشتیم. 10 سال باز است که ما نام‌نویس هستیم. 20 سال علاقه گذشتگی بود ما حتی خبر نداشتیم که چرنوبیل گفتگی جمعیت است. بعد من رفتم همه جمعه فهموندن که شما باید ازدواج نمیکردید، باید فرزنددار نمیشدید، چون که همین فرزندای شما علاقه زهرآلود شده که از بطن مادر این 7 پشتی مثال همین اشتراکچی چرنوبیل ضرری همین چینام دارد، ضررش میرسه. خیلی بعد همین 10 ساله ما هم 10 ساله آخر که ما نام‌نویس شدیم، بعد چقدر دوتاست نام‌نویس شدیم. من همین مدت 10 سال باز باور کنید اگر هر 1-2 سال پس بچه‌های من همین میگیرن چی میکنند چی نام داره میگذارند از دکتر میگذارند باز میدارن هم سطح که میدین باز میدارن همون نمیدین. همین مدت 10 سال ممکن اگر خطا نکنم 1-3 مراتب من این بچه‌های منم سطح که میتین همون باز میدارم. با همین بچه‌های من از همون بینیسا خواب میکنن به مارخانه خواب میکنن با گردونده و من جابجا میکنم. من همین میگویم که 18 سال باز من دوتاز کرده ایستادم. 18 سال باز در مدت 18 سال من فقط روزنامه ها برآمد کرده، نویس کرده، شبکه های تلویزیونی همه شبکه ها برآمد کرده، رادیو برآمد کرده. من حیران هستم که همون حقیقت کجاست که همین یگون وقت راه برای ما به نمیرسد. شهردار با چندین مراتب هر 2 ماه پس از سایدش می نویسم. خودی چی نام دارد سرداری دولت، سروری دولت اموالی رحمانوف با هر 1 هفته پس من ساید شخصیش می نویسم. من حیران کجا می شود اونا. من ساید اونا می نویسم، اونا می نویسن شهردار با شهردار دعوت میکند نامه میتیه. تکرار به تکرار یک چیز، ما خانه نداریم، ما تامین کردن نمیتوانیم. من نمیدونم کی به دیگر مراجعت کنم، نه شبکه تلویزیونی مون، نه رادیو مون، نه روزنامه مون. من حیران با کی هست که بجز این آدمو من با مراجعت کنم. من نمیدونم تا با کی من اینقدر در بدل گردم. بچه‌های من یک خانه با من یک خانه با فکرم این نمیشدگی بسیار نمیشدگی روز سختی که سخت است نسبت من و فرزندان من. من 2 3 بچه زهرال دارم.